عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. عزیزان به این کانال توجه کنید. اسم کانال سرمایه اولیه ترید از سرمایه گذار هست. آیکونش فعلا عکس دلاره. ممکنه حالا عکس رو تغییر بده ولی فعلا چند وقتیه به این اسم هست. 3582 تا هم عضو داره این کانال و اینم آیدی پشتیبانیش هست. پشتیبانیش هم به این صورته. عزیزان توجه داشته باشید این کانال کلا جعلی هست با هدف اخاذی و کلاهبرداری اصلا طراحی شده. شخصی به نام جعلی علی بازرگان داره این کانال رو اداره میکنه و احتمالاً خودش به راه انداخته این کانال رو. هدفش کلاهبرداری و اخاذی از مردم هست. من خودم تستش کردم که دارم میگم. طبق قولی که به شما عزیزان داده بودم تو این کانال همه سایت های اینترنتی جعلی، پیج های اینستاگرامی جعلی، کانال های تلگرامی، پلتفرم های سرمایه گذاری که جعلی هستن و با هدف کلاهبرداری و اخاذی از مردم طراحی و راه اندازی شدن رو انشالله به اطلاع شما عزیزان خواهم رسوند. حتما خواهشم از شما عزیزان اینه که عضو این کانال بشید در وهله اول که ویدیوهای دیگر رو از دست ندید. ویدیوهایی که در آینده قراره براتون بذارم و این سایت ها و این پیج ها و این کانال ها رو به شما معرفی بکنم از دست ندید. خواهش دومم از شما اینه که حتما لینک کانال رو و لینک ویدیوها رو برای عزیزانتون بفرستید که اونها هم حواسشون جمع بشه و فریب این کلاهبردارا رو نخورن. ببینید ایشون میاد این حساب‌های دمو، یعنی حسابایی که آزمایشی و آموزشی هستن، از بروکرهای فارکس میگیره و میاد به تریدرها، مخصوصا تریدرهای تازه کار که زیاد آشنایی ندارن، با مبالغ بالا میفروشه. از $30 داره تا $1510. شما وقتی پول رو واریز کردید به یه سری شماره میده، به شما به آدرس ولت میده. شما وقتی دلار رو به آدرس ولت واریز کردید، ایشون یه اکانت در اختیار شما قرار میده که اون اکانت دمو هست، اصلا هیچ قابلیتی نداره، نه قابلیت سوددهی داره نه قابلیت برداشت داره. کلا هدفش کلاهبرداریه. من خودم اینو تستش کردم و حالا دارم بارگذاری میکنم که به همه شما عزیزان بگم که به هیچ عنوان تحت تاثیرش قرار نگیرید و تحت، به قول معروف، اعتماد نکنید بهش که بخواد پول یا دلار براش واریز بکنید. ببینید گاهن یه ویدیوهای جعلی هم میذاره از سودی که به حساب اونایی که این اکانت رو تهیه کردن و برداشت کردن، اینا همش فیک و جعلی هست، هیچ کدومش واقعی نیست و خیلی حواستون باشه که فریب این کانال رو و این افراد رو نخورید. گاهن یه صوتایی هم، یه وایسایی هم میذاره به عنوان بچه‌ها سلام، وقتتون بخیر باشه. آقا بچه‌هایی که تو جشنواره ثبت نام، ببین تحت عنوان جشنواره بیشتر وارد عمل میشه. میگه جشنواره است که با تخفیف ارائه بده که بچه‌ها ترغیب بشن، مخصوصا تریدرهای تازه کار که میگم آشنایی با این بازار ندارن زیاد، به عنوان اینکه سرمایه اولیه بگیرن ترغیب میشن. در این جشنواره خیلی استقبال شده داشت و خدا به داد ما برسه که بتونیم. ایشون خیلی با به حساب خیلی ریلکس و خیلی با اعتماد داره همینطوری از مردم کلاهبرداری میکنه. اینا هم همش وایسایی هست که توی کانالش داره. ببینید این آدرس ولت ها رو میده، میگه که شما این دلارها، این مبالغ رو به این آدرس ولت ها بریزید تا من اکانت رو در اختیار شما قرار بدم. واقعا کلاهبرداری. هدف من اینه که انشاءالله جلو ضرر احتمالی عزیزان رو بگیرم و به هموطنان عزیزمون اطلاع رسانی بکنیم که حواسشون باشه و فریب این کانال ها و این افراد انسان نما رو نخوره. اینا ظاهرشون مثل انسانه ولی باطنشون از حیوان هم پستره. تو این وضعیت بد اقتصادی کشور که مردم با هزار بدبختی دارن زندگی میکنن، اینا اینطور راحت و اینطور ریلکس بیان اموال مردم رو، دارایی مردم رو بکشن بالا، هیچ کس هم کارشون نداشته باشه. ما که کار دیگه دستمون نیست، فقط میتونم اطلاع رسانی بکنم. شما هم میتونید به من کمک بکنید، اینها رو، لینک کانال رو
برای عزیزانتون ارسال بکنید و توصیه بکنید که حتما عضو بشن و این ویدیوهایی که در آینده میذارم و سایت ها و پیج هایی که معرفی میکنم رو از دست ندن، حواسشون باشه که فریب نخورن. از بذل توجه تک تک شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم. عزت زیاد.